این برنامه صرفاً جهت ارائه آگاهی در رابطه با سواد رابطه و باید و نبایدهای ارتباطات ماست. امیدواریم تونسته باشیم در جهت بهبود سواد رابطه قدمی برداشته باشیم. دریمر و دکتر روح الله بای، یک گفتمان ساده. قسمت اول. خیلی خوب، صداها رو با هم دیگه اوکی میکنیم. 1 2 و 3 برداشت اول. سلام دکتر، خیلی خوش اومدین. ممنونم، مرسی. وقتتون هم بخیر باشه. متشکرم. دیگه ما مزاحمتون شدیم به واسطه اینکه این پیجی که بنده داشتم در طول این 2 سالی که تقریبا این پیج رفته به این سمت، حالا من شعر میذاشتم، کلیپ‌های تقریبا غمگین و اینا میذاشتم دیگه، حالا به واسطه همین فالوورایی که می اومدن سمت منم کسایی بودن که تقریبا همه یه بار دلشکستگی رو اینا تجربه کرده بودن. به واسطه همین من یه کیسای عجیب غریبی اصلا می اومد، مثلا دایرکت پیام میاد واسه من، یه کامنت ها رو مثلا میبینم یه مشکلاتی دارن، یعنی خب برای همه پیش میاد که آقا یه مشکلی پیش میاد، گذر میشه و فلان و اینا، وارد زندگی جدید میشه. ولی خب حالا یه دسته سوالاتی برای خود من ایجاد شده بود و برای فالوورها که همینطور می اومدن دایرکت سوال میپرسیدن یا کامنت میذاشتن، دیگه گفتم از این فرصت استفاده کنیم و با هم یک سری از این سوالات رو با هم دیگه جواب بدیم. حتما. خب شروع کنیم؟ حتما. من یه سلام بکنم بیننده‌های شما. امیدوارم که هر جا هستید سلامت باشید. خیلی خوشحالم این فرصت به وجود اومده که من بتونم در کنار شما باشم. تمام تلاشم میکنم از آگاهی که دارم بتونم استفاده کنم برای اینکه به عزیزان حتی اگه شده 1 نفر کمکی کرده باشم. شاید بزرگترین رسالت من به عنوان یک معلم، به عنوان یک درمانگر یا هر پوزیشن شغلی دیگه این باشه که بتونم کمک کنم حال یه نفر بهتر بشه. پس حتی اگر بعد از اتمام این ویدیو سوالی براتون به وجود اومد، مسیرهای ارتباطی حتما براتون میذارن توی پیج، پیگیر بشید. سوالی داشتید باز حتما سعی میکنیم در فرصت‌های آینده در کنارتون باشیم. خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی خوب شروع کنیم دیگه. الان فیلم برداری می‌کرد دیگه. الان فیلم برداری شروع شد. خیلی خوب شروع کنیم پس دیگه. من در خدمتتونم. خب یکی از مسائلی که خیلی یعنی دوچارش میشن، یعنی من دیدم اینه و خیلی پیام بابتش هست، اینه که اصلا آقای دکتر انتخاب درست چیه؟ انتخاب نادرست چیه؟ و چرا ما اینقدر دوچار انتخاب‌های اشتباه و نادرست میشیم توی روابط؟ البته کاش یه توضیحی میدادید. موضوع از انتخاب پارتنر، انتخاب همسر، اینو فرق میکنه. انتخاب یک فردی برای یک رابطه کوتاه مدت، اینا هر کدومش متفاوته، ولی اگه میخواید یک پاسخ کلی به این سوال بدم میتونم اینجوری بگم. انتخاب درست، اول من یه بازسازی بکنم. در گذشته شاید یکی از چیزهایی که اکثرا توی گوش ما خیلی زیاد خونده شده، خیلی زیاد این جمله رو شنیدیم، این هست که ازدواج هندونه در بسته است. خب این خیلی تو گوش ما بوده و غالبا این تمثیل رو میارن برای اینکه نشون بدن یا به ما بگن که ما توان پیش بینی این رو نداریم که انتخابی که میکنیم چه اتفاقی واسش میفته، آیا واقعا اون انتخابی که ما فکر میکنیم هست یا نه. این الان جزو باورهای غلط توی جامعه ما محسوب میشه، نه در جامعه ما، در جامعه امروز علمی یک باور غلط محسوب میشه. الان امروز دنیا به جایی رسید از نظر علمی که توان پیش بینی خیلی چیزها رو داره. همونجوری که شماها قبل از اینکه ازدواجی انجام بدید تقریبا مکلف و موظف هستید که یه سری آزمایش‌های از جمله آزمایش‌های خون رو انجام بدید و پیش شرط حتی انجام اون عقدتون هستش. تقریبا میشه گفت که در آینده این احتمال وجود داره که ازدواج‌ها مشروط به یک سری پیش‌بینی‌ها و تاییدیه‌های علمی باشه. یعنی چی؟ یعنی که علم به نقطه‌ای رسیده که قبل از اینکه یک زوج با هم ازدواج کنن، وارد یک رابطه زوجی بشن، میتونیم پیش‌بینی کنیم که از نظر خونشناسی و عوامل ژنتیکی چقدر با هم همخوان هستند و چقدر نیستن. این برای ما الان جزء بدیهیات هست، ولی کم کم این قسمت ابعاد روانشناختی دیگه هم داره میاد به اون بدیهیات ژنتیک اضافه میشه. یعنی چی؟ یعنی که ما از نظر علمی این توان رو داریم که پیش بینی کنیم که در آینده زوجین دچار چه نوع مشکلاتی خواهند بود.
خب من چند تا طبقه بندی براتون ارائه میدم. ببینید ما برای اینکه یک زوج انتخاب درستی انجام بدن چند تا پیش شرط داریم. یکی از پیش شرط ها سلامت فیزیکی، سلامت ژنتیک و امثال این هاست که کمک کننده برای شما هاست که برای اینکه بتونید آینده در واقع خانواده رو، یعنی خانواده از 1-2 نفر شروع میشه ولی تبدیل به 3 نفر 4 نفر افراد دیگه اضافه میشن، یعنی در واقع نسل اضافه میشه. خب برای اینکه اون اتفاق بیفته یه سری سلامت هایی رو شما تاییدیه‌اش رو باید بگیرید که همون آزمایش های خون و خیلی چیزهای دیگه تعیین کننده بعضی از اینها هستن. ولی جدای از اون ما میگیم برای اینکه 2 نفر با هم ارتباط و ازدواج خوبی داشته باشن ابتداً بایستی سلامت روان فردی داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه جدای از تمام مسائل ما آدم‌هایی رو داریم که چون سلامت‌های روان فردی، استانداردهای سلامت روان فردی رو پاس نمیتونن بکنن، میتونیم بگیم اینها با هر کسی ازدواج کنن نتیجه مشخصاً یک چیز ناخوشایندی خواهد بود. خب پس اینجا دیگه هر انتخابی انجام بشود برای همچین کیسی ما منتظر مشکلاتی هستیم. سوالی میخواید بپرسین؟ بله ببخشید. فرمودیم که گفتیم که یه سری‌ها ممکن سلامت روان نتونن پاس کنن این مسائل سلامت روان. خب این جزء کدوم دسته قرار میگیره؟ اونایی که مثلا میان معمولا ضربه میزنن و میرن یا اونایی که معمولا میمونن؟ فرقی نمیکنه. شما اصلا اونایی که ضربه میزنن هم فکر نکنید که لزوما با اراده یا تصمیم این آمده باشن. خب خیلی از افراد هستن که اصلا قصد و نیت ضربه زدن ندارن ولی یک انتخاب اشتباه میتونه شما رو به جایی برسونه که همون آدمی که قصد و نیت ضربه دیدن ازش نداشتی، اونم نخواسته که ضربه بزنه، به این نقطه‌ای میرسه که ضربه رو میخورید ازش. خب یعنی بله ناخواسته، ممکنه لزوما ارادی. ببین خیلی از مشکلاتی که ما ساختارهای زناشویی داریم اینجوری نیست که فرد لزوما اراده به این داشته باشه. من همیشه معتقد هستم که من علمی همیشه معتقد هستم که هیچ کسی ازدواج نمیکنه که بدبخت شه. همه ازدواج میکنن که خوشبخت شن، همه ازدواج میکنن که حال خوب داشته باشن، همه ازدواج میکنن که احساس خوشبختی بیشتری نسبت به گذشتهشون داشته باشن. ولی خب یه واقعیت وجود داره. شما یک مطالعه به آمارهای ایران بندازید متوجه میشید که ما درصد بزرگی از ازدواج هامون داره به طلاق ختم میشه. این در صورتی است که ازدواج های امروز ما هیچ شباهتی به ازدواج های سنتی ما نداره. یعنی که ببخشید یکی از داستانام اتفاقا همینه، میگن آقا قبلا مثلا ازدواج سنتی بود، خب چقدر بیشتر مثلا پایدارتر بود این اتفاق. خیلی این ازدواج‌های سنتی که مثلا انجام میشد قدیم، حالا مثلا دهه 50 60 70 اینا سنتی تر بود خب نسبت به و خب میبینیم که چقدر مثلا خیلی پایدارتر بود نسبت به الان که ازدواج میکنن 2 سال بعد طلاق، ازدواج میکنن 1 سال بعد طلاق بوده، مثلا همون شب طلاق. خب باز اینو در 2 تا مقوله میشه بازش کرد. این به این معنی نیست که ازدواج‌های سنتی بهتر بودند. چرا؟ ببینید در ساختار سنتی ما با توجه به اینکه زنها حقوق آنچنان تعریف شده مشخص غالبی نداشتن و در واقع ساختار مرد سالارانه قدرتمندی در اون موقع حاکم بوده، خیلی از زنها به خاطر عدم استقلال، عدم توانمندی کافی که وجود نداشت براشون، ناچار به تحمل وضعیتی بودن که توش افتاده بودن. یعنی اولا که تصمیم گیری از جانب خودشون نبود، اصلا انتخابی در کار نبود. وقتی مثلا پدر و پدر بزرگ‌های یک فرد میان بهت میگن که آماده باش فردا روز عقدته، این آره اصلا انتخاب معنی نداره. تو انتخاب اصلا جای انتخاب گزینه‌ای برای تو ارائه، انتخاب زمانی معنی داره که شما گزینه‌ها، یعنی اولین شرط انتخاب اینه که شما گزینه‌هایی برای انتخاب داشته باشید. در سیستم سنتی اصلا گزینه‌ای وجود نداشته که بخواد به پای انتخاب برسه. یعنی یکی واسه شما تصمیم میگرفت که شما فردا روز عقدتون، انتخاب نیست، برای شما تصمیم گرفته شده. خب با این مدل فرد بعد یه سری الگوها و باورهای سنتی فکری که از گذشته تا امروز هم
وجود دارن. الان هم خواسته یا ناخواسته در ذهن ناخودآگاه خیلی از ماها زنجیرها و بندهاش وجود داره، مثل اینکه من با لباس سفید باید برم با لباس سفید بیام بیرون. اینها هم چنگ بیشتری میانداخت و باعث میشد که یک فرد وقتی وارد یک رابطه میشه دیگه نتونه بیاد بیرون. این معنیش چیه؟ یعنی که هر اتفاقی بعد اون عقد میافتاد اون فرد ناچار به تحمل بود. یعنی آنچنان چیزی که مثل الان بگن عشق بود و اینا اصلا خیلی کم فکر کنم پیش میومد. من میخوام این تیکه ها رو حتما من دوست دارم اگه دوست داشته باشین یک بار مفصل درباره عشق صحبت کنیم. من فکر میکنم درباره عشق آنچنان زیاد میشه صحبت کرد، انقدر باورهای غلط زیادی درباره عشق تو جامعه ما وجود داره که فکر میکنم آگاهی رسانی در این بود بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه. ولی میخوام برگردم به این نکته که در ازدواج سنتی به خاطر اینکه تصمیم گیری و انتخابی وجود نداره، فرد وارد یک رابطه‌ای میشه، ولی تو رابطه به خاطر باورهای سنتی که رو سرش هست طبیعتاً اگر هم بخواد بیاد بیرون نمیتونه بیاد بیرون. شما زنی رو تصور بکنید که هیچ استقلال مالی نداره، حتی برای کوچکترین نیازهای خودش از جمله نوشیدن، خوردن نیازمند این هست که یک کسی دیگه کاورش کنه، ساپورتش کنه. خب اصلا در جایگاه تصمیم گیری و استقلال نیست که بخواد برای خودش تصمیم گیری، اصلا برای آمدنش تصمیم میگرفته، نه میتونه برای رفتنش تصمیم بگیره. خب زندگی به اجبار. آفرین. پس طبیعتا این آدم نمیتونه طلاق بگیره اگرچه بخواد. آیا ما میتونیم بگیم همچین زندگی زناشویی و آمار بگیریم بگیم آمار طلاق ما کم بوده؟ اگه مفهوم آمار طلاق ما کم بوده این هست که به هر قیمتی تن به هر کاری بدیم فقط بمونیم، غلط. خب من میخوام دعوتتون کنم یه پله بیایم عقب‌تر. میخوایم اصلا به این فکر کنیم و این سوال از خودتون بپرسید که آدم‌ها برای چی ازدواج میکنن؟ ما چرا ازدواج میکنیم؟ شما بگید. برای اینکه شاید با کسی مثلا ارتباط، به نظر شخصی من با کسی ارتباط داری و دوست داری که ارتباطت از یه حدی با طرف مقابلت بیشتر بشه، حس می‌کنی که مثلا با ایشون خوش میگذره و میخوای که قدم فراتر برداری به اصطلاح. نمیتونم بگم غلطه ولی تکمیلش میکنم. ازدواج یک تصمیم گیری است. شاید بزرگترین تصمیم زندگی ما باشه، چون مدل زندگی ما رو خیلی تغییر خواهد داد. اینو در نظر داشته باشید که همه ماها در طی فرآیند زندگیمون از یه سری چرخه‌های عبور می‌کنیم. یعنی زندگی از نظر ساختارهای خانواده درمانی یک نوع مهندسی میخواد. یعنی تصور ما از آن چیزی که به عنوان روان درمانی خانوادگی یا خانواده درمانی در ذهن عامه مردم هست با اون چیزی که علم میگه خیلی متفاوته. از نظر علمی یک خانواده باید مهندسی بشه. خب یعنی همه چیش 2 تا 4 تاست. یک فرد از بدو تولد تا زمان مرگش از یک سری چرخه‌های عبور میکنه. یکی از این چرخه‌هایی که بهش وارد میشه به واسطه ازدواج، به واسطه تصمیم گیری برای ازدواج هست. خب ولی خب قبل از اون هم این آدم توی چرخه‌های قبلی زندگیش داشته زندگی میکرده و زندگی مجردی رو تجربه میکرده، ولی اون هم شکلی از زندگی بوده دیگه. زندگی مجردی هم شکلی از زندگی است. پس این تصمیم گرفته ساختار و شکل زندگیش رو تغییر بده. یک تصمیم گرفته. طبیعتاً پس بزرگترین هدف این تصمیم اینه که من یک پله شادتر و بهتر از دوران چرخه قبلیم زندگی سعی داره قدم رو به جلو برداره. پس یادمون باشه هدف اصلی ازدواج در وهله اول اینه که من یک پله رشد بکنم، زندگی زیباتر و شادتری داشته باشم. حالا سوال اینه که آیا تصمیمی که شما دارید میگیرید و ازدواجی که دارید انجام میدید شما رو به این هدف نزدیک میکنه؟ خب اگه جواب به این سوال نه هست یا تردید دارید، یعنی دارید انتخاب و تصمیم غلطی میگیرید، چون نمیدونید برای چی دارید ازدواج میکنید. گاهی اوقات یک فرد ازدواج میکنه و نمیدونه برای چی ازدواج میکنه، صرفا به خاطر اینکه حس میکنه سنش داره میره بالا داره ازدواج میکنه، یا بهش میگن که چون بابات گفته ازدواج کن. خانوادگی خود طبیعتاً این آدم نمیدونه اصلا داره برای چی ازدواج میکنه، نمیدونه اصلا برای چی داره این تصمیم میگیره و احتمالی که این رابطه بقای خوبی نداشته باشه با این وضعیت زیاده. خب
پس یادمون باشه که ازدواج یک تصمیم هست و این تصمیم هدفش این هست که شما رو به یک سطح بهتر و شادمانی بیشتری از زندگیتون هدایت بکنه. خب اگه این کار نتونه بکنه، اصلا قدم برداشتن تو مسیر غلطی رو داره به شما ارائه میده و مسیر اشتباهی دارید میره. پس اگه برگردیم به اون سال قبلتر شما درباره ازدواج‌های سنتی که آیا چون در گذشته ما تعداد طلاق‌هامون کم بود، در نتیجه آیا اوضاع اونجا بهتر بود؟ نمیتونم بگم اوضاع اونجا بهتر بود. اونجا ما در واقع اصطلاحی رو استفاده میکنیم به نام طلاق عاطفی. خب در واقع توی طلاق عاطفی همین اتفاق میفته، دو نفر با همدیگه بعد از اینکه عقد جاری شده زندگی میکنن، احساسات و عواطفشون نسبت به همدیگه تقریبا از بین رفته، ولی به خاطر خیلی مسائل از جمله مسائل اجتماعی، تابوهای فرهنگی و خیلی چیزهای دیگه فقط با هم زندگانی میکنند، زندمانی میکنند، یعنی با هم همخونه هستن. خب ولی ما نمیتونیم اسم اینو بذاریم ازدواج، نمیتونیم اسمشو بذاریم رابطه زناشویی. ببینید رابطه ای که شما خب یه پسر، یه آقا پسر، یک نوجوان، خب طبیعتا توی خوابگاه خودش هم خونه داره، هم اتاق داره. خب شما میرید دانشجو میشید، توی خوابگاهی 4-5 نفر توی اتاق داری زندگی میکنی. خیلی از آداب، سلوک و رفتارهایی که داره تو اون بستر زمانی در دانشگاه و در خوابگاه اتفاق میفته، خب در یک رابطه زناشویی هم هست. یعنی هر دوی شما همه اون اعضای اون اتاق صبح بیدار میشن، با هم صبحونه میخورن، بعد میرن سر کلاساشون، همه میرن دنبال کاراشون، ظهر باز میرن نمیدونم با هم غذای درست میکنن، مشارکت میکنن، یکی ظرف میشوره، یکی خونه رو تمیز میکنه. خب اگه رابطه زناشویی صرفا با اینها باشه که خب اونم پس اسمش رابطه زناشویی دیگه. خب پس باید رابطه زناشویی یه چیز بیشتر از اینا توش باشه. خب یعنی باید یه وجه تمایزی بین یک رابطه زناشویی که اسمش میذاریم و یک رابطه هم اتاقی وجود داشته باشه دیگه، و دیگه فانکشن نداره ازدواج عملا. درسته؟ پس اینجاست که تفاوت یک ازدواج سنتی که ظاهرا پایدار مونده و یک ازدواج مدرنی که ظاهرا ناپایدار مونده بیشتر روشن میشه. بله، در ازدواج مدرن از نظر من علمی، خب در دنیای امروز ما به خاطر اینکه زنها اشراف بیشتری نسبت به حقوقشون دارن، آگاهی بیشتری دارن، رسانه باعث شده که به اونها کمک کنیم استقلال و توانمندی‌های بیشتری به دست بیارن، لذا نسبت به نسل‌های گذشته در واقع آنچنان که در گذشته بوده، به قول سلیگمن دچار هلپلسنس، درماندگی آموخته شده نمیشن. خب حالا واژه هلپلسنس و درماندگی بحث خیلی زیبایی است که بعدا حتما باید دربارش صحبت کرد، ولی اینو بدونی که خیلی از زنها در دوران گذشته تو همچین وضعیتی بودن. بذارید من اینو بگم. آره ما یه تئوری داریم، اینو حتما شنیدید. یه تعداد میمونی رو توی یک قفسی میذارن، 10 تا میمون میذارن توی قفسی و یه دسته موز بسیار زیبا و جذاب اونجا آویزون میکنن، یه نردبون هم زیر این در واقع موزه قرار داره. منتهی مراتب تمام سقف این قفس پوشیده شده از لوله هایی که آب جوش توش جریان داره. در نتیجه هر کسی پاشه بذاره رو پله های این نردبونی که وجود داره که به سمت موز بره، آب جوش میریزه. آب جوش نه فقط بر روی یه نفری که میخواد بره به سمت موز، تمام میمون هایی که توی اون قفس هستن آب جوش رو تجربه میکنن. خب بعد از یه مدتی طبیعتاً هر کی میره سمت موز همه آب جوش دریافت میکنن. بعد یه مدتی میمون ها یاد میگیرن که هر کسی بره اونجا ما هم تنبیه میشیم و شروع میکنن هر کی که میخواد بره سمت نردبون برای موز میریزن روش، میزننش. آره میزننش. خب میزننش که نره سمت موزه. خب بعد یه مدتی ما میمون هایی داریم و موزی داریم که آویزون هست و طبیعتا هیچ کسی سمتش نمیره. اومدن بعدش همه این لوله های آب داغ رو برداشتن، موز تر تازه هم آویزون هست، ولی هیچ میمونی باز هم سمت موزها نمیرفت. موزها همونجا میپوسیدن و هیچکی نمیرفت موزها رو بچینه. خیلی جالب تر این 10 تا میمون رو برداشتن گذاشتن توی قفس دیگه
که اصلا کلا همه ساختار قفس فرق میکرد. موز آویزون بود، نردبون زیرش بود. بعد شروع کردن یکی یکی میمونا رو عوض کردن، یعنی میمون شماره 10 رو کشیدن بیرون، یه میمونی رو وارد کردن که اصلا تا به حال با اینا نبوده، نه موز تا حالا دیده، نه نردبون دیده، نه آبجوش دیده، نه قفس. خب و خب طبیعتا اتفاقی که میفته اینه که این میمون جدیده با دیدن این موسا اگه میخواست بره سمت در واقع موسا، باز این نقطه میریختن روش و اینو میزدن. بعد اومدن باز بعدی عوض کردن به این نقطه رسیدیم تمام 10 میمونی که توی قفس داشتیم هیچ کدومشون هیچ تجربه از آب جوش نداشتن، هیچ تجربه از اینکه روشون حالا آب داغ بریزه یا تنبیه بشن نداشتن. ولی همین 10 تا میمونی که توی قفس بودن، هر میمون جدیدی هم می آوردن که میخواستن برن سمت موز، همینا میریختن سرش میزدنش و خودشون نمیدونستن برای چی دارن میزنن، چون آب جوش تجربه نکردن اصلا. خب این میمونهایی که اونجا بودن بدون اینکه آب جوشی تجربه بکنن و در واقع جلوی تلاش یک کس جدید رو برای به دست آوردن اون موز میگرفتن. خب یعنی چی؟ ببین میگیم درماندگی آموخته شده، یعنی این میمون‌ها یاد گرفتن که با بیچارگیشون زندگی کنن، خودشون رو بیچاره میکنن. خب و برای موز جدید هیچ کدومشون تلاش نمیکنن و یاد گرفتن که دیگه تلاش نکنن و حتی اگه کسی هم بخواد تلاش بکنه خودشون جلو خود اونو میگیرن. خب هیچ کسی هم هیچ تنبیه هم در کار نیست. جامعه گذشته سنتی ما یه چیزی شبیه به این بود. خیلی از زنها به خاطر شرایط فشاری که توش بودن یاد گرفته بودن که برای حقوقشون تلاشی نکنند، چون اگه تلاشی میکردن هزینه‌های زیادی پرداخت میکردن. با اینکه جامعه تغییر کرد، دنیا عوض شد، رسانه آمد، اینستاگرام آمد، یوتیوب اومد، دنیای مجازی، اطلاع رسانی و خیلی چیزهای دیگه، زنها مستقل شدن، شغل دارن، ولی همچنان مثل همون میمونهایی که میریختن خود زنها گاهی اوقات، این خیلی عجیبه، خود زنها حتی گاهی اوقات در جلوی رشدشون رو خودشون میگیرن. حالا این بحث خیلی برای اینکه خودشون باورهایی دارن که اون باورها اجازه نمیده حرکت کنن. من مثال میزنم. من کیسی داشتم، یه خانومی بودن، ازدواج کرده بودن و همسرشون دچار پرخاشگری شدید بود، دست روش بلند میکرد و هر بار من میدیدمش کبود بود قسمتی از صورتش. خب این فرد فقط یک بار ازدواج کرده بود، یک دختر جوان در 20 و چند سالگی و یک بار ازدواج کرده بود و تجربه‌ای که از ازدواج داشت به دست می آورد این بود. ایشون چندین سال زیر ضرب و شتم‌های این مرد زندگی میکرد و جرأت نمی‌کرد که حتی جدا بشه. ما بارها تلاش کردیم همسر ایشون رو بیاریم برای درمان، بارها تلاش کردیم کمک کنیم که ایشون بیاد درمان. متأسفانه خب بعضی از افراد هستن که نسبت به درمان مقاومت دارن و همکاری ندارن. خیلی از افرادی که اختلالات شخصیت دارن، از جمله اختلال شخصیت خودشیفته، نسبت به درمان‌ها بسیار مقاوم هستن. در نتیجه همکاری خیلی خوبی تو درمان ندارن. یادتون باشه اینکه یک نفر توی فرآیندهای درمان‌های خانواده، درمان‌های زناشویی و درمان‌های روانشناختی و روانپزشکی خودش با پای خودش میاد، معنای بسیار زیادی داره تا یک کسی که میکشونیش میاریش اینجا. خب این فرد همکاری نداشته. ما خیلی تلاش کردیم ایشونو بیاریم ولی خب متأسفانه همکاری از جانب ایشون اتفاق نیفتاد و چندین سال فقط شاهد این بودیم که این خانم ضربه‌های شدیدی میده. ولی خیلی عجیب بود این خانم با این همه، با اینکه خیلی جالب بود ایشون، ببینید مؤلفه‌هایی که یک زن سنتی در انتخاب و در ماندن تو اون وضعیت داشت چیا بود؟ استقلال نداشت، پدر مادر این ساپورتیوی در گذشته نبودن، یعنی والدین هم در نسل‌های گذشته وقتی صحبت از این میشد که دخترم میخواد جدا بشه، به هیچ شکلی، حتی اگه حق با او دخترش بود، حاضر به این نبودن که بله میگفتن نه نباید. میدید که شوهر داره زنو میزنه، میدید هر روز دخترش گریه میکنه، میدید هر روز دخترش کبود میاد خونه، ولی پدر مادر میگفتن که اگر بخوای برگردی خونه ما دیگه نمیتونی بیاد. چرا؟ چون موقع تابعهای فرهنگی خیلی سنگین بودن و حتی جامعه نگاه متفاوتی داشت. خب الان دیگه اینها نبود. این دختر برای دنیای امروز بود. این دختر خیلی چیزاش عوض شده بود. یکی از اونها خانواده بود، خانواده ساپورتیوی داشت، خانواده‌ای داشت که متمول بودن، یعنی
فاکتور استقلال در این خانم بسیار قدرتمند بود، شاغل بودن، تحصیل کرده بودن، یعنی مؤلفه‌های استقلال داشتن، اصلا نیاز به کسی نداشتن که بخواد زندگیشو بچرخونه، خودش با شغل خودش زندگیشو میتونست بچرخونه. پدر مادرش هم از نظر عاطفی حمایتش میکردن، یعنی طرد شدگی از جانب خانواده نداشت، ولی با این حال بسیار بسیار میترسید. ما اتفاقا این مسئله رو خیلی دیدیم، یعنی اتفاق به وفور تقریبا دیده میشه که یه زوجی به هر حال بودن، این زوج خب خانم قبلا استقلال مالی نداشت، فکر کنم دقیقاً مصداق حرف شماست، خانم قبلا استقلال مالی نداشت، اما به هر حال مثلا یه حرفه‌ای یاد میگیرن، بعد میرن سر کار و اینا، به محض اینکه یعنی استقلال مالی واسهشون ایجاد میشه پا به طلاق میکشه. این رابطه انگار که یعنی خیلی وقت پیش به قول شما طلاق عاطفی بوده و فقط به طلاق مکاتبه‌ای میگن، رسمی به طلاق رسمی کشیده نشده بوده. آره آفرین. و این همون اتفاق دیگه درسته تقریبا که همچین چیزی. زمانی که به استقلال مالی میرسه همونجا. ببین هیچ کسی رو شما، عشق زوری نیست، عشق به زور به دست نمیاد، هیچ کسی شما نمیتونید مجبور کنید که عاشق شما باشه، با تفنگ کسی رو نمیتونید بهش عشق بدید. خب در نتیجه شاید این همون پاسخی است که خودتون به سوالتون درباره اینکه چرا در گذشته طلاق‌ها کم بوده الان ظاهرا طلاق‌ها زیاد شده، این شکلی خودتون پاسخ دارید. یعنی چی؟ یعنی در گذشته صرفاً میماندن چون چاره‌ای جز ماندن نبود، ولی مطمئناً در همان نسل اگه اون تابوها، اگه اون فشارهای روانی اجتماعی، اگه اون نگاه‌ها، اگه اون تغییر میکرد و استقلال وجود داشت، خیلی از اونا نمیموندن. خب پس ما نمیتونیم جامعه‌ای رو که الان داریم ما محکوم کنیم به این که شما جامعه بی تعهدی هستید. لزوما اینطور نیست، شاید اینجوری باید بگیم بخشی از آن چیزی که داره اتفاق میفته نتیجه قدرت ابراز وجود زنهای ما در جامعه هستن. یعنی زنهای ما در گذشته اگه در درونشون یه اعتراضی بود صدایی ازشون در نمیاد، زن امروز حاضر نیست به خاطر اینکه همسایه یا نمیدونم بقال سر کوچه نگاه بدی نسبت به من نداشته باشه تا آخر عمرش زیر یک سقفی که داره عذاب میکشه بمونه. از این لحاظ این خبر خوبیه، اگرچه ما طلاق رو تشویق نمی کنیم، ولی راستش بخواید از نظر علمی آسیبی که در یک خانواده‌ای با طلاق عاطفی ایجاد میشه بسیار بسیار از یک خانواده‌ای که طلاق رسمی گرفته بیشتر، برعکس تفکر خیلی از زوجها که فکر میکنن که اگر بمونن آره اصلا واژه‌ای که استفاده میکنن میگن به خاطر بچه‌مون. خب یعنی نه اینکه بخوان تلاش کنن که رابطه‌شون رو درست کنن، رابطه رو درست نمی‌کنن و نمی‌خواهن درست کنن و خودشون از نظر روانی به بنبست رسیدن که ما دیگه به درد هم نمیخوریم ولی به خاطر بچه‌مون می‌خوایم بمونیم. خب بچه بیشتر من حداقل توی کیسایی که ما داریم و به خیلی دانشجوام اینو تاکید میکنم، تو همچین کیسایی اولین کاری که ما میکنیم این که مسئولیت پذیری رو برگردونید به سمت زن و شوهر از بچه. یعنی من نندازیم همه چی به پای بچه، چون دیر یا زود اون بچه بزرگ میشه و اون وقت تو این چرخه خانواده‌ای که گفتم یه جایی این بچه میخواد از خانواده خارج بشه، مشکلات جدی برای ساختار خانواده به وجود میاد. بحثش خیلی مفصله، نمیتونم الان واردش بشم، فقط ما میدونیم که از نظر علمی خانواده هایی که طلاق عاطفی گرفتن آسیب هایی که ایجاد میکنن از یه خانواده‌ای که طلاق رسمی گرفته کمتر نیست، چه بسا بیشتر هم هست. ولی گفتم تحت لوای این که من به خاطر بچه میمانم با این الفاظ این رو توجیه میکنن، توی درمان سعی میکنیم که اونها رو کانالیزه کنیم به این سمت که نه، اگه میخوای بمونی اتفاقا به خاطر بچت بمون، ولی به خاطر بچت رابطت رو درست کن که بمونی، نه اینکه بمونی به خاطر بچت و ادامه بدی فقط. خب نگاه ما از نظر درمان این هست. امکان نداره شما یک زوجی باشید که از نظر انتخاب دچار اشتباه باشید، مطمئن شدید به درد هم نمیخورید و اون وقت پدر مادر خوبی برای بچه‌تون باشید. نمیتونید این کارو بکنید. شما هر چقدر هم توانمند باشید، چون بچه‌ها خیلی چیزها رو بدونی که شما بگید و بدونید دارن از شما یاد میگیرن. وقتی شما با یک کسی ازدواج کردید که از نظر عاطفی ازش دوری، آغوش بلد نیستید، اصلا حس همو نمیفهمید،
همدیگه رو نوازش نمی کنید، قربون صدقه همدیگه نمیگید، بچه شما اینا رو از کجا باید یاد بگیره؟ این دوچاره این میشه که این بعداً تشنه محبت باشه این بچه. حالا این که چه آثاری میذاره، میتونه خیلی آثار جزء گفتین چیزایی که بودن اینجوری خرابتر میکنه همه. با مثال میزنم که یکی از نمونه‌های اتفاقی که سر بچه‌های این شکلی میاد چیه. ببینید حالا چند نفری که اینجا هستید حداقل پشت دوربینا، یادتون میاد که تا حالا شده پدر مادرتون به شما گفته باشن عید نوروز که میشه چند مهمون که میاد چند تا ببوسینش؟ فکر نمی‌کنم یادتون بیاد که همچی چیزی آموزش دیده باشید، نه؟ ولی عید نوروز که میاد شما هر کدومتون یه استانداردی از بوسیدن تو مغزتون هست. ممکنه یکی دوتایی باشه، یکی خانواده از سه‌تاییه، یکی از چهارتاییه. خب شمایی که سه‌تایی دوتایی هستی میری یه جایی مهمونی، سال نو هست بالاخره یه مهمونی هم یه جای دیگه میاد، اونا چهارتایی هست، یک دو ایشون برای سومی میاد ولی نیست. خب حداقل چیزی که اتفاق میفته اینه که اون فرد احساس بدی داره، حس میکنه یه چیزی گم شد، یه چیزی کمه، یعنی حس میکنه که یک نقصانی وجود داره، یکم ناراحت میشه حداقلش. خب آیا شما قصد ناراحت کردن اون فرد رو داشتی؟ نه، ولی اون ناراحت شد، پس ناخودآگاه این اتفاق افتاد. خب حالا چه چیزی باعث این شد؟ تفاوت بین این که شما 2 تا میخوای ببوسی، ایشون 4 تا. خب کی به شما گفته 2 تا ببوس؟ کی به ایشون گفته 4 تا ببوس؟ این از کجا میاد؟ یادتون نمیاد. ولی چه چیز جالب بهتون بگم، غالبا شما همان تعدادی میبوسید که پدر مادراتون میبوسیدن. خب یعنی اگه شما در خانواده بزرگ شدید که معمولاً 3 تا میبوسن، شما نمیدونید چرا، ولی نرمال بوسیدن برای شما 3 تاست. اگه یه خانواده‌ای بودید که در هند زندگی میکرد، هندی‌ها وقتی به هم میرسن محکم همدیگر بغل میکنن، این چند تا میزنن پشت هم. توی کشورهای دیگه فرهنگ‌های مختلف فرق میکنه. اگه توی خانواده هندی بزرگ میشدید، نوع معاشرتتون عوض میشد، ولی انتخابی نکردید انگار. شما فقط اجرا کننده یه سری فرمول‌هایی بودی که در گذشته برای شما تعریف شد. توی زندگی زناشویی هم همینجوریه. اینو نگاه کن، از این چی میگیریم؟ از اینو میگیریم که پس ما پدر مادرها وقتی یه رفتاری رو انجام میدیم، بچه‌های ما اون چیزی که ما حتی انجام میدیم رو به صورت ناخودآگاه ضبط میکنن. در همان خانواده‌ای که مثال زدیم، خانواده‌ای که طلاق عاطفی گرفته بود، پدر مادر به خاطر بچه موندن تو رابطه. درسته؟ خب چه اتفاقی میفته؟ اینا همدیگر رو نمیخوان، همدیگر رو دوست ندارن، عشق ندارن، صمیمیت ندارن، عشق ورزی ندارن، به خاطر بچه موندن. یعنی چی؟ تب همین اتفاق بچه چی؟ بچه ببین یادتون باشه اولین ابژه مرد زندگی یک بچه پدرشه، اولین ابژه زن زندگی یک بچه مادرشه. خب یعنی اولین سابجکت‌های موضوعات جنسیتی رو از خانواده‌ای که توش بزرگ میشی، یعنی وقتی میگی مرد، اولین مغز ما فلش بک میزنه به پدرمون، استانداردی که توی ذهنمون شکل میگیره بر حسب خانواده. باریکلا. خب وقتی میگیم زن، مادر میاد. خب یعنی اینقدر ابژه‌های قدرتمند اثرگذاری هستن. خب وقتی اینقدر اثرگذار هستن، طبیعتاً وقتی شما در یک و ما ابژه زناشویی، ابژه عشق ورزی رو با همسرمون به بچه‌مون آموزش میدیم. یعنی وقتی من همسری داشته باشم، بهش عشق نورزم، باش صحبت نکنم، صمیمیت بین ما نباشه، فرزند من چیزی که از عشق ورزی یاد میگیره همان چیزی است که من دارم با همسرم انجام میدم. این فرزند بزرگ میشه 25 سالش، ازدواج میکنه، عشق ورزیش همان استایل و مدلی است که من و همسرم داشتیم انجام میدیم، همان چیزی که از پدر مادرش دیده. و جالب اینه که اون انظر اون اینا طبیعیه. چرا؟ چون همیشه اینجوری بوده. خب اگه شما تا این لحظه درباره تعداد بوسیدناتون در عید نوروز شک کرده بودید، مطمئن باشید اونها هم شک میکنن. شما شک نکردید، حتی یک لحظه من قول میدم فکر نکردید درباره اینکه چرا ما 2 تا میبوسیم. شاید ما غلطیم. خب اونای دیگه هم هیچ وقت به این فکر نمیکنن و فکر میکنن درستن.
همه فکر میکنن استاندارد، همه فکر میکنن بعد میخورن به هم دیگه. و این استانداردها عملا استاندارد شخصی است. یعنی هر کی واسه خودش یه استاندارد داره و یادتون باشه زندگی زناشویی تیم ورکه. خب نمیشه من با استانداردهای محض شخصی خودم بیام یک تیم رو بخوام تحت تاثیر قرار بدم، چون اونای دیگه هم یه استانداردها دارن. خب و البته خیلی مؤلفه‌های خیلی زیاد دیگه از نظر روانشناختی در درست کردن یک رابطه دخیله. برگردیم به موضوع اصلی. به موضوع اصلی که پرسیدین که آیا برای انتخاب، درسته؟ صحبت از انتخاب بود که من اصلا کلا اومدم انتخاب رو به چالش کشیدم، گفتم انتخاب زمان که شما گزینه‌ای داشته باشید و اینکه یادتون باشه اون انتخاب با یه هدف داشته باشه. یعنی بدونید که برای اینکه دارید ازدواج میکنید به چه هدفی قراره برسید. اون هدف چی بود؟ اینکه شما یک قدم نسبت به گذشته‌تون شادکام‌تر و با کیفیت‌تر زندگی کنید. اگر غیر از این هست مسیرتون اشتباه است. برای مسئله ازدواج یا پارتنر رو دوست دختر دوست پسر، به هر حال همینو دیگه، همه میرن که حالشون بهتر باشه دیگه. به قول شما خیلی از اوقات من اینو ازم میپرسم، من اینو میگم که به نظر شما، چون هر آدمی بهترین رو دوست داره دیگه، غیر از اینه. خب مثلا میگم اگه شماها یک فردی اصلا قصد ازدواج ندارید، اصلا قصد ازدواج ندارید، ولی اگه یک فردی پیدا بشی که تمام ایدئال‌های ذهنی شما رو داره، آیا بهش فکر نمی‌کنید برای ازدواج؟ می‌کنید. پس اونی هم که میگه من نمیخوام ازدواج کنم، در واقع میتونیم بگیم که ایشون پیش‌فرضاش اینه که من ایدئال‌های سنگینی دارم و فکر میکنم که اون ایدئال‌هامو کسی نمیتونه برآورده کنه. ولی اگه کسی باشه که این ایدئال‌ها رو کاور کنه، به نظر من اون فرد هم حتما برای ازدواج قدم برمی‌داره. یعنی مسئله کاملا دو طرفه است دیگه. قطعا که دو طرفه است، چون هر کسی ایدئال خودشو داره. ولی اینکه ما میگیم که یک رابطه دوستی یا یک رابطه موقت لزوماً به اونجا ختم نمیشه، از نظر من غلطه. اگه اون فرد، اون دوتا آدمی که با همین رابطه رو شروع کردن، مؤلفه هایی که دارن همخوان باشه و البته آگاهی ها و خیلی چیزهای دیگه هم کنارش باشه، با اینکه حتی قول و قرار اولیه‌شون بر یک رابطه بلند مدت نبوده، این امکان وجود داره که تغییر کنه. امکان تغییرش قطعاً هست، وجود داره، چون همه بهترین رو میخوان. خب تا اینجا مرسی از شما. یه استراحت کوچیکی بکنیم، بریم قسمت بعدی. حتما. کات میدید؟ کات. کات بده من نفس